أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قول سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، خیلی خوش اومدین به کانال جنبین. از تماشای ویدیومون توسط شما خیلی خیلی خوشحالیم، به خودمون میباریم و از اینکه شماها ما رو میبینید و لطف دارید به ما هم همینجوری خیلی خیلی شما و مخاطبین عزیزمون رو دوست داریم و عاشقتونیم. از اینکه امشب هم در پروژه دهم فصل سوم کنار شما هستیم خیلی خوشحالیم. امیدوارم که ویدیوها مورد پسندتون باشه و دوست داشته باشین ویدیوها رو. حتما از ما حمایت کنید، سابسکرایب کنید و لایک کنید، کامنت بذارین. برای یک تیم و یک گروه که داره کار میکنه در بیابونها و در لوکیشن های خطرناک، یکی از امیدهای مهمش همین لایک، کامنت های خوب و سابسکرایب هایی که شما انجام میدید. سابسکرایب برای شما یک گزینه است برای اینکه ما رو داشته باشید و از ما حمایت کنید. اتفاق دیگه نمیفته با زدنش. لطفاً سابسکرایب رو همین الان انجام بدید و زنگوله بغل یا اعلان رو اگر فعال کنید، هر زمانی که ویدیوی پستی کانال جنبین میذاره شما زودتر از همه اون ویدیو رو میبینید و متوجه میشید. زدن این گزینه‌ها و استفاده از این گزینه‌ها برای شما به عنوان مخاطب یک لمس صفحه است، ولی برای ما دنیای ارزش داره. باز هم میگم همین الان لینک کانال تلگرام ما در قسمت اطلاعات زیر همین ویدیو، اگر گزینه بیشتر رو بزنید پایین لینک کانال تلگرام هست. اونجا هر هفته برای تماشای ویدیو لینک های رایگانی گذاشته میشه که شما میتونید این لینک ها رو در فیلتر شکن قرار بدین و به شکل رایگان و با سرعت خیلی عالی ویدیوها رو ببینید. دوستتون داریم، در قلب ما هستید. بریم انشالله ببینیم که چی نصیبمون میشه و چه موجودی میاد برامون امشب. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت همه دوستان همراهان همیشگی کانال ماورای جنبین. انشالله که دوستان به مدت راضی بوده باشن از کار ما و با لایک و کامنت های قشنگشون ما رو حمایت کنن. سابسکرایب بکنید و تیم ما رو حمایت بکنید که ما بتونیم با قوت و قدرت بیشتری کار بکنیم. دوستان میتونید زنگوله کناری رو فعال بکنید که زمانی که ویدیوی جدیدی بارگذاری بشه اولین نفر باشید که اطلاع پیدا میکنید و بتونید فیلم رو ببینید، مستند رو ببینید و لذت ببرید. ممنونم از حمایت همیشگی دوستان، کامنت های زیباتون. پس لایک و کامنت، سابسکرایب فرامتون نشه و ما رو حمایت بکنید در مثلی که بتونید با قدرت بیشتر برای شما فعالیت بکنید و ویدیوی قشنگتری برای شما ضبط بکنیم و پخش کنیم. ما در خدمت شما هستیم. سلام بر اجنه ساکن در این مکان، سلام و درود بر شیخ و بزرگ این مکان از قبیله جنیان. ما برای برقراری ارتباط با شما مخلوقات خداوند از طایفه جنیان در این مکان حاضر شدیم و قصد و نیت ما برقراری ارتباط دوستانه با شما مخلوقات خوب خداوند و شناخت بیشتر شما طایفه جنیان که ثابت شده هستید و در کنار ما انسان‌ها در این مکان‌ها زندگی می‌کنید. از شما می‌خوام در این مکان ما رو به عنوان مهمان خودتون بپذیرید
و یک ارتباط خوب و صمیمی و دوستانه با ما برقرار بکنید تا بتونیم شناخت بیشتری از شما به کسانی که دوست دارن در مورد شما و زندگی شما و دنیای شما بدونن بدیم و دوستان بیشتر با شما آشنا بشن. یا ایها المخلوقات ایها الجنون موجود في هذا المكان، اهلا اهلا اهلا. ایها الشيخ الجنون ساكن في هذا المكان، اهلا اهلا اهلا. اثبت حضوركم في هذا المكان باذن الله بامر الله. يا ايها الجن باشاره واضحا ومرئيا بقوة الأكبر بقوة الكبير في هذا المكان بإذن الله بإذن الله بإذن الله. اگر موجودی از مخلوقات خداوند از طایفه اجنه در این مکان حضور داره و صدای من رو میشنوه، ازش میخوام به عنوان اثبات حضورش در این مکان یک اشاره واضح و کامل به من بده که برای من انسان قابل دیدن، درک کردن و فهمیدن باشه. یک اشاره کامل و واضح از حضورتون در این مکان با جابجا کردن اشیا، حاضر شدن به شکل دود، هاله، سایه، به شکل حیوان، به شکل انسان و به شکل پرنده، به هر روشی که در این مکان اجازهش رو دارید و راحت هستید اثبات حضور بدید به ما به اذن پروردگار یگانه. الله حکم واحد یا ایها الجنون، الله حکم واحد. خداوند ما یکیست، آفریننده جن و انس یکیست، الله متعال. از شما میخوام به حرمت اسم الله در این مکان اشاره واضح و کامل از حضورتون به ما بدید. یا الله یا الله. سلام علیکم. این دیگه الان که از داخلی ترین قسمت های این لوکیشنه، فوق‌العاده ترسناکه. یا الله یا الله. سلام علیکم. اینجا تحرکش زیاده. خیلی به دلیل اینکه این آیا مخلوقی ماورایی از اجنه در این مکان حضور داره؟ ای موجود ماورایی، ای جنی که در این مکان حضور داری، اشاره‌ای صدای شما قطع شد که بله. بچه اینجا صدا کربلای قطع شد، آنتن رفت. آره اونجا نتو میگیره کاملا. آره داخل این نتو میگیره. یه دونه از اون ور داره، بکنم از در اونورش بهتون میگه. خیلی سقفش کوتاهه، رفتم داخلش سردرد شدم خیلی. یه لحظه بذارید من اینجا برم بیرون، از اون ورش میگم تحرکات میگیرم. احضروا في هذا المكان بحق لا اله الا الله، بحق بسم الله الرحمن الرحيم. يا جن احضر في هذا المكان، احضر في هذا المكان، احضر في هذا المكان. يا الله يا جن احضر في هذا المكان بإذن الله. يا جن هل انت هناك؟ آیا حضور داری در این مکان؟ ای جن حاضر هستی در این مکان؟
اگر حضور داری اشاره کن. آروم دستتو بیار پایین. یا الله، سلام علیکم. خب ما شروع بکنیم. فراخوان شروع میکنم. فقط حواست باشه محسن. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله العظم، بسم الله العظيم، بسم الله النور، بسم الله لا يضر اسمه شيء أرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إني استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. يا أيها الجنون، يا أهل المكان، أيها السكان المكان، أيها السكان الدار، أيها الجميع الأفاريت، أيها الجميع الحارسين، أيها الخادمين، أيها الموكلين موجود في هذا المكان، احضروا في هذا المكان بإذن الله، 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 احضروا 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 في هذا المكان بإذن الله. يا أيها الجن، اشارت في هذا المكان بقوة الأكبر، بقوة الكبير في هذا المكان. اثبت حضوركم يا الله، اثبت حضوركم، اثبت حضوركم يا الله. آیا جنی در این مکان حضور داره که با من انسان ارتباط برقرار کنه؟ اگر هستین فقط یه نشونه بدین کافیه، یه نشونه بدین کافیه. یا الله. اون لاشست، اون لاشست رو زمین. نه فکر کنم یه چیزی آره؟ سوزوندن. نه لاستیک سیاهی زغال یه همچین چیز، ولی خیلی بو تعفن میاد. خیلی یه حالت بدی مثل یه چیزی مرده باشه. نه خیلی بو بدی میاد، مثل مرده. آیا در این مکان جنی حضور داره؟ یا الله. اگر حضور داره به اذن الله اشاره بده. ما قصد آسیب و اذیت و آزار شما رو نداریم. به دنبال گنج و دفینه نیستیم.
قصد تخریب و تصاحب مکان زندگی شما را نداریم. به هیچ عنوان اذیت و آزار برای شما و خانواده و طایفه و قبیله شما نداریم و به عنوان مهمان و دوست به مکان شما وارد شدیم. نه چیزی در مکان شما اضافه خواهد شد و نه چیزی از مکان شما برداشته میشه. این عهد و قول و پیمان است از طرف ما بر شما جنیان این مکان. این همین جایی بود رفتیم قطع شد داخلی. اگه الان دوباره قطع نشه بتونیم تصویر ازش بگیم. برای شما بخورات آورده شده که اگر با ما ارتباط خوبی برقرار بکنید، بخوراتی که دوست دارید برای شما در این مکان دود میشه که شما از اون تغذیه کنید و استفاده کنید به عنوان هدیه و پیشکش. آره. سلام علیکم یا ایها الجن. ازت میخوام عقب‌تر بایستی. از تو درخواست میکنم عقب‌تر بایستی. حریم رو حفظ کن. عقب‌تر بایست. به اذن الله. برو عقب‌تر تصویر. با احترام از شما میخوام ما رو به عنوان مهمان قبول کنید و ارتباط خوبی با ما برقرار کنید. از شما سپاسگزارم. ساکنین این مکان، جنیان این مکان، اگر صدای من رو میشنوید، نمیذاره. نزدیک میشه بهت، خاطر همون نمیذاره چیز بشه. یا الله یا الله. اهلا في شيخ الجنون ساكن في هذا المكان. یا الله. اهلا في جميع الاجنه ساكنين في هذا المكان. از اون بالای چیزی افتاد با یکم خاک. اشاره میده از حضورش. يا كبير الأجنة هذا المكان أريد إذن الدخول في هذا المكان. برگرد سمت چپ. برگرد سمت چپ. همینجا. يا أيها الشيخ هل أنت هناك؟ آیا شیخ و بزرگ این اجنه در این مکان حضور داره؟ ما با احترام وارد حریم شما شدیم به عنوان مهمان. یا شیخ اشاره‌ای به ما بدید از حضورتون در این مکان. سنگریزه میندازه. همش هم همین بالا میندازه. يا أيها الجميع الجنون احذروا في هذا المكان بإذن الله، بإذن رسول، بإذن علي بن أبي طالب. دستتو آروم بچرخون. اینجا رو فکر کنم کندن. آره اینجا رو کندن. یا الله یا خدا. مراقب باش. مراقب باش. ببین چاق جلوی پات اگه نمیدیدی افتاده بودی توش. آره الان یه لحظه متوجه شدم. یا الله یا الله. از ساکنین این مکان درخواست میکنم که با ما ارتباط برقرار کنند. کبره اون زیرش هم خالیه. یا خدا. بیا عقب. بیا عقب. مراقب باش.
یه دفعه میاد از بغلت رد میشه و الان کلت رد میدونی شد، یه و لحظه. دوربینتو بیار بالا، دوربینتو بیار بالا. یا الله. بچه یادتون باشه اولا اینکه لحظه که کنارتون رد میشه یا یه صدا میده یا نفس میکشه یا یه دفعه یه دلهوری تو دلتون میفته وحشتناک، مثل اینکه میخوایم به یه سمتی بیفتیم. حالا این هم صدا داد هم یه لحظه چون میخواستم بیفتم تو چاه. يا أيها الشيخ یا الله. اتصل معك، يا أيها الشيخ اتصل معك. يا الله. أنا أجيت أشوفكم يا أيها الشيخ، أنا أجيت أشوفكم أيها الشيخ. این سنگ ارادیه، مراقب باش. من نمیتونم برم تو، یه خبریه اینجا داخلش. نگاه کنه من دوربین رو میبرم. نه ببین اثار رو نگاه کن. آره اثار رو نگاه کن، سنگایی که چیده شده نگاه کن، اون اثار الکی نیست اونجا. باید فکر کنم این برش نمیدونم، این برش بازه، بذار از اون برم. من از این سور آخه دوربین رو بردم تو. بچه اینجا احتمالا اومدن چیز باطل کنن. بچه اینجوری سنگ رو نگاه، اینایی که به هدف بوده نیفتاده، احتمالا اومدن طلسم دفینه باطل کنن. خب همینجا رو کندن. ببین همینو کندن، همین جای دفینه رو کندن. یا الله منو هول نده داخل. اینجا رو کندن، این همین اتاق کناریش بوده. یا الله یا الله. صبر کن آروم. ببین آجر اون بلوکایی که چیده شده این بره اعمال انجام شده. اون عصایی هم که گذاشته شده ببین چی رو دیوار نوشته شده، بدونی که تنت یا دستت به اون عصا بخوره. ببین چیزی رو دیوار نوشته شده یا کنده کاری شده. دستگاه تو آوردی؟ دستگاه کیتو تو آوردی؟ این بر یه گونه توش یه سوراخ هست، نگاه باید بکنیم تو اینا. دست نزنی یا یه چیزی توش امکان داره چیزی توش بوده باشه. یه رد شد کربلایی دیدی؟ یا الله یا خدا، به خدا نه از اینجا رد شد الان. آیا در این مکان خادم دفینه حضور داره؟ حارس دفینه هست؟ یا ایها الخادم، یا ایها الحارس، یا ایها الموکل، هل انت هناك؟ نزدیکت شد، دوربین رفت و فوکوس نزدیکت میشه. هل انت هناك یا جن یا خادم ایها الموکل ایها الحارس، هل انت هناك؟ حضور داری اینجا؟ قرمز نگاه کنیم. صدا میاد. آیا خادم دفینه، حارس دفینه در این مکان حضور داره؟ نگاه کنیم. بگیر سمت اون عصا ببین چقدر آلوده است اون عصا. سمت گونی بگیر. همه‌شون دارن میزنن. سمت گونی بگیر، فقط دستت به چیزی نخوره. اینم تا نارنجیه، اینم قرمز. آلوده.
با یه تیکه چوب پیدا بکن، اون گونی رو جابجا کن ببین چیزی زیرشه. با پا میتونم بیارم، چوب که ندارم، چوب همینه فقط. نه نمیخوام دست به اون عصا بزنی، من نمیدونم اصلا عصا رو برای چی گذاشتن. ببین اینجا تا شروع کردن برای کندن. قرمز کلا. اگر حارس یا خادم دفینه در این مکان هست اشاره واضح به من بده. با جابجا کردن اشیای در این اتاق حضورش رو به من اعلام کنه. ما برای کمک کردن به شما اومدیم در این مکان، نه برای اذیت و آزار شما. همش قرمز میشه. به ما یک اشاره واضح بدید از حضورتون. خیلی قرمزه. مراقب جلو پات باش، مراقب باش فقط. یا الله. چی بود؟ دستتو بیار بالا، زمین رو نگیر محسن. چشم. یا الله. سرد شد، نگاه کنیم. فعالیتش متوقف شد. اون اتاق تحرکش خیلی آره، زیاده. فقط تو همین اتاق خیلی یه خبرهایی هست. یا الله. سلام علیکم. یا الله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذوا إلا بالسلطان. صدق الله العلي العظيم. اگر کاری از دست ما برمیاد برای شما انجام بدیم. بچه نگاه کنیم. اشاره و یه چاه دیگه است. مراقب باش. الله، خیلی چاه داره. اشاره و نشانه از شما میخوایم که حضور دارید در این مکان یا نه. اشاره‌ای که برای ما قابل درک و دیدن باشه. تو سقف، تو سقف، تو سقف. آیا حضور دارید در این مکان؟ یا جن احضر، احذروا یا جن. كتابنا القرآن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب السيف ذو الفقار. ما قصد آزار و اذیت نداریم. ما مسلمان هستیم و برای برقراری دوستانه با شما، ارتباط دوستانه و یا کمک کردن به شما در این مکان حاضر شدیم. اگر حضور دارید خودتون رو به ما نشون بدید و اشاره کنید. یا الله. به خدا کربلای الان از اینجا سرک کشید از این لبه، بعد الان از همین. اینجا دوباره سرک کشید از این لبه. من نگاه کنید میخوام راحت شد، دیدین؟ آره دیدم راحت میشه از جلو دوربین. دیدم.
بخورات رو دود کن، بعد دوربین رو یه جور بکار روبرو این همین در روبرویت. چشم چشم چشم. یه لحظه من بخورات رو بریزم. یا الله. اعلام کن این بخورات هدیه به مخلوقات این مکان. ببین بالای آتیش رو یه لحظه نگاه کن، بیا عقب. بالای آتیش رو نگاه کن. ببین 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 اومده بالای سر آتیش. بله 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 بله. بچه نگاه کنین، چشماشو میبینین داره تکون میخوره، نگاه کنین. رفت اومد دوباره. ببینین چند تا نه بالا سر آتیش ایستاده. شاخاشو میبینین. یا ایها الجن اشارت واضحا و مرئیا بقوة الكبير بقوة الأكبر بإذن الله. این تصویر جهانی ها. ما شاء الله فتبارک الله فیکم و علیکم. این انعکاس نور نیست دوستان، این انعکاس نور نیست. بخارش رو ببینید کنار آتش از حضورش. نه اگه انکاس نور بود که تو یه حالت وای میستاد، جا به جا نمیشد که. یا الله. همینجا. یا خدا. نه چرخ همینجا وایسم، الان بخورات میریزم. جا به جا نمیخواد. بریز بخورات بریز. یه بار ریختم، الان دوباره میریزم که دوستانم ببینه. ما نه آزاری برای شما داریم، نه میخوایم اذیت کنیم. فقط و فقط میخوایم ثبتتون کنیم. از شما درخواست میکنم با احترام که در این مکان حاضر بشید باذن الله. ایها الجنون ساکنین فی هذا المکان احذروا 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 فی هذا المکان باذن الله. میتونی یه بار دیگه به کنار آتیش؟ می‌بینی اگه او انعکاس بود الان هم انعکاس بود. نه انعکاس نور نبود. نه همین میگم. بیا بالای آتیش، بیا کنار آتیش. اشارت واضحا و مرئیا بقوة الكبير بقوة الأكبر في هذا المكان اثبت حضوركم. اثبات حضور واضح و کامل از شما میخوام در این مکان. هدیه‌ای به شما داده شد، پس از شما درخواست یک ارتباط خوب دارم و اینکه خودتون رو در این مکان به ما نشون بدید و اثبات حضور بدید به اذن الله یگانه. در جایی که نور بر اون تابیده شده اعلام حضور میخوام، واضح و کامل. از نیت ما با خبر شدید و میدونید نیت بدی ما نداریم و نیت ما فقط ارتباط با شماست و دیدار شما. ای بزرگ این مکان، ای جن صاحب این مکان، از تو میخوام حضورت رو به من نشون بدی به شکل سایه، به شکل انسان، به شکل دود، حاله، به شکل گربه یا پرنده. خودت رو در این مکان به من اثبات کنی و نشون بدی به اذن الله یگانه. به حق ملک خنسار.
يلا يا أيها الجن احضر. ما شاء الله احضر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الجن احذر. ازت میخوام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اشارت رو دیدم. ازت میخوام واضح ترش کنی، کامل تر کنی، این حضورت رو کامل تر کن. از دل سیاهی خارج شو و خودت رو واضح تر به من نشون بده. شکرا. ازت میخوام داخل اون اتاقی که نور برش تابیده شده خودت رو به من نشون بدی. به حق شیوخکم، به اذن الله. اخرج من الظلمات الى النور. میتونی خودت رو به شکل دود، حاله و سایه نشون بدی. ماشاءالله ماشاءالله. ممنونم. ازت میخوام تکرار کنی کاری که انجام دادی. دوباره این کار رو تکرار کن. ازت میخوام خودت رو بار دیگر نشون بدی. این بار کاملتر. یالله یا جن یا الله. اشاره دیدم. میخوام خودت رو ملاقات کنم. اشارت رو دیدم و سپاسگزارم. ازت میخوام خودت رو به من نشون بدی. من دوست دارم خودت رو ببینم. من در این مکان حضور ندارم و صدای من رو فقط از طریق این دستگاه میشنوی. پس نیاز نیست که از چیزی بترسی.
یالا یا جن. حاضر شو و خودت رو نشون بده. یک بار دیگه خودت رو به من نشون بده، به همون شکلی که نشون دادی. آیا شما در این مکان قبیله هستید؟ احسن. آیا شما از قوم یهود هستین؟ آیا شما محسن جان بیا زحمت بکش، بیا برادر بیا، بیا دستگاه اسپریت باکس تو بیار. برو به سمت همون درگاه روبرو، یه جا رو پیدا کن، همونجا بشین، دستگاه تو اونجا روشن که در این مکان حضور داری. میگه اینجا کسی نیست. سلام بر تو ای مخلوق خوب خداوند. ای شیخ، ای بزرگ این مکان، نامت چیست؟ داره قرش میکنه. اسمت چیه؟ میگه کسی اینجا نیست. فقط احتمالا این بچه ها حرف میزنه. خودت حرف میدونم شما در این مکان حضور دارید. به من بگو که نامت چیست و از کدام قبیله هستی؟ چه میخوای؟ خواست ما ارتباط و صحبت با شماست و شناخت شما. باطن، اسمش باطنه. کربلا اسمش باطنه. ای جن باطن، از کدام قبیله هستی؟ قبیله چی؟ لوط. باطن از قبیله لوط. قبیله لوط هم مگه داریم کربلا؟ من نشنیدم. میگه من اینجا تنهام. ای باطن، در این مکان چه میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ از قبیله طرد شدم. طرد شدم.
خارج شدم، اخراج تایید شدم. فکرم گفت پس از مخلوقات طرد شده است. آره. چرا از دلیل چی چرا با از دعانویس؟ چرا از قبیله خودت طرد شدی ای باطن؟ میگه تنها هستم. که قبلش گفت یه چیزی با دعانویس، صحبت با دعانویس، ارتباط با دعانویس، یه چیزی گفت. آیا شخصی تو را به تسخیر خودش در آورده؟ کدوم دعانویس؟ با دعانویس بودم، اخراج شدم از قبیله، طرد شده. درد شد. الان در این مکان چه میکنی؟ آیا خادم طلسمی؟ دعانویسی به نام زفر؟ زفر؟ دعانویسی؟ دعانویس با تو چه کرده ای باطن؟ میگه زفر و پسرش. حالا او در گذشته. یه دعانویسی بوده که فوت کرده. آیا تو در این بود اسیر شدی؟ میگه من تنها شدم. یه چیزی گفت. آیا تو با واسطه طلسم در این مکان اسیر شدی؟ میگه خدا شما انسان‌ها، خداوند شما انسان‌ها ببخشد. خب چرا برای چی؟ آیا میخوای کمکت کنیم که به بود خودت و به قبیله خودت برگردی؟ به مدت 35 سال. خب با زفر و پسرش خب بودم. چه کمکی از ما برمیاد برای تو انجام بدیم ای زفر؟ ای باطن. اسم دعانویسه رو گفت. زفر دعانویس شامل 1000 دعا به واسطه من. ها خب شامل هزارها دعا به واسطه من زندگی ها نابود شد. خارج شوید. آیا میخوای به تو کمک کنیم؟ در تنهایی خودم تنها باشم. اینجا کسی نیست.
تنهایی. خب این ظاهرا به خاطر کارهایی که انجام داده طرد شده، دوباره میگه نمیتونه برگرده به قبیله خودش، چون دیگه قبولش نمیکنن. انسانی سر میآید اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعد حفظهما وهو العلي العظيم. هو 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 العلي